کجا داریم میریم ماما؟ آره بزرگ شده عشقم. کجا داریم میریم؟ خرید. آره. برفا آب شدن. آره ماما دیشب بارون اومد برفا رو آب کرد. چه هوایی. برف بزرگ. آره ماما اینجا یه عالمه برف جمع شده. توی هوای خوب من و دخترم میخوایم با هم بریم بیرون با هم فان داشته باشیم. یه ذره خرید کنیم. بریم ماما. اول اومدیم الگیگانتین علاوه بر این که بتونین خریدای الکتریکیتون رو انجام بدین، وسیله‌هایی هست، دستگاه‌هایی هست که میتونین اونجا عکس هم پرینت کنین و یه راه ساده برای پرینت عکس پاسپورت. حتی وقتی که مثل ما بچه کوچیک دارین و میخواین ازش عکس پاسپورتی بگیرین، خیلی راحت میشین توی خونه عکس بگیرید. بک‌گراندتون حالا اگه سفید نبود سفید کنین خودتون با فتوشاپ، بعد میارین الگیگانتین اینجا با اون دستگاه ها پرینت میکنین و خیلی راحت یه عکس پاسپورتی خوب بهتون میده. خیلی ارزون تر هم در میاد تا اینکه بخوایم بیرون ببرین. بچه خیلی کوچیکه و هنوز گردن نگرفته، عکاسی بردنش هم خیلی سخته. و اینکه خودم توی خونه عکس گرفتم و اومدم اینجا که پرینت کنم. حالا بریم با هم ببینیم چجوری پرینت میکنیم. ما رسیدیم اینجا الگیگانتین و دخترم خوابش بود. حالا باید منتظر بمونم تا بیدار شه. با ما همراه باشیم. ببینم مامان. این همون دستگاه که کیبل بهش وصل میشه و به گوشیتون وصل. کجا رفتیم مامی جان؟ توی الگیگانتین رفتیم. چیکار کردیم؟ نوزدی بخانم. خب آره پول دادیم به خانوم، به همون رسید داد. چی گرفتیم اونجا توی الگیگانتین مامان؟ عکس گرفتیم. عکس پرینت کردیم. عکس کی رو پرینت کردیم؟ سایمان. یه بوس بفرست. قربونت برم. بای بای. اومدیم اسباب بازی فروشی. سوفیا جان یه ذره حال کنه برای خودش. این چیه مامان؟ دایناسور. آره لباس دایناسور مامان. اینم دایناسوره. اینا همشون ماما این دراگونه. توالت ما دوستش داری؟ واو اون در نمیاد مامی. انگشتراشو در بیار. تاج داره، شونه داره. واو قشنگن. بشین اینجا رو صندلی برای خودت هر چقدر دوست داشتی باز. صندلیش یه ذره بلنده مامان. میخوای رو زمین هم میتونی بشینی. چقدر قشنگه مامان. خونه کوچولوها. چی توشه؟ من دوست داشتم. من فکر میکنم اینا در نمیاد مامان.
اینا در نمیان مامان. چیه؟ نمیان ماشینا. ماشینا حرکت نمیکنه مامان، ماکته. اینم ایستگاه قطاره مامان. تو تخته. قطار چی میگه مامان؟ تو تخته. اومد از اینجا رد شه. جیجی اومد مامان، این یکی هم اومد. بای بای کن مامان. ببین مامان بچه هایی که توی زمانهای قدیم اسباب بازی داشتن. ببین آره چی داره مامان؟ داره به بیبیش چی میده؟ اون چیه؟ یعنی غذاست؟ آره. نه اینا یخن. یخن؟ آره. آره مامان شبیه یخن. دوباره قطاره اومد. میخوای بری بالا وایسی؟ واو قایق نگهش میدارم بازی کن. اینا چیه مامان؟ اینا چیه؟ اینا چیه داری بازی میکنی مامان؟ ABCD؟ ABCD رو میخونی برای مامی؟ نه باش. آفرین. بکشم عقبونو. این بری مامان بذار. دخترم میخواد شلیک کنه به این نشونه ها. Good job مامی. اینم انتخاب کرده بخرم. The other way. دخترم علاقه‌مند شده به تیر نارنجی، همه رو میخواد نارنجی بزن. بذار مامان. چیکار میکنی مادر؟ چیکار میکنی سوفیا جان؟ داره تمرکز. خب حالا این پشتشو باید بکشی عقب، بعد ماشه رو بزنی. بکش محکم بکش عقب. اینو مامان، این آبیه رو بکش عقب. بکش محکم. بکش. مور
کمک میخوای؟ عجب دایناسور بزرگی مامان. نگاه کن. گرفتی مامان. دخترم یه دونه کیف انتخاب کرد. ببینم کیفتو. های. بدش به خانوم. بدش به خانوم. ما اومدیم خرید خونه. دخترم اینجا نشسته. بریم با هم خرید کنیم. چی میخوایم بخریم مامان؟ شیر دیگه چی؟ دیگه چی احتیاج داریم خونه؟ چی تو دستته؟ اسپرگو. ساعتتو ببینم خریدی. خیلی خوشگله مامی. مبارک بشه. نینیش خوابه. آره مامان خانم نینی داره. نینیش خوابیده توی کالسکه. ما خریدمون رو کردیم دیگه. بریم به سمت خونه تا ولاگ بعدی. خداحافظ. صوفیا چی داری میخوری مامان؟ چی داری میخوری؟ بای بای کن. بای بای کن. بای بای کن مامان. بگو بای بای. بگو های های. نه. تا ولاگ بعدی. خداحافظ. چیه ماما؟ آهنگ الان میذارم.